خب واسم بگو چه شهر یادم بده. من هاکی بلد نیستم، نمیدونم کی با کی بازی میکنه. تیم ونکوور کیا هستن؟ Oh, those are Canada. خب بعد اسم تیم ونکوور چیه؟ مهدی جون آقا حرف میزنی. تیم ونکوور اسمش چیه؟ اسم تیم ونکوور چیه؟ یادت استیکر گرفتی مال کدوم تیم بود؟ نه. Vancouver. ونکوور هو؟ Vancouver and Boston. نه ونکوور اسم تیم. اینجا نگاه کن. اسم تیم ونکوور چیه؟ Canada. نگاه کن. کناکس. اوکی. خب ونکوور کناکس با کیا بازی کردن؟ Last time, Boston. That was last year. کی برد؟ باستون برد یا ونکوور؟ Vancouver won only one score, but Boston got more. خب اون دو تا تیمای اون دو تا شهر دیگه آمریکا چی هست؟ ها؟ اون دو تا شهر دیگه چی هست؟ Detroit and National. اوکی. نه اسم شهر اولیه چی بود؟ Vancouver and Boston. نه چیو؟ Canucks. نه چیو داشنو؟ Decoy. ان چی؟ National. دیکوی هم داشنو. Yeah. الان کی بازی میکنه؟ I forgot. Can you tell me it quietly? Chicago. Elfix. فینکس. Phoenix. بعد آرتین دیکوی داشنو کجا هستن؟ یو اس هم یا کانادا؟ Who? Decoy and National? آره بشین. Bob اون پرده رو Army. بکش. اون پرده رو بکش. Bob Army TV. Game on TV. الان نه پرده رو بکش. Game on TV. پرده رو قشنگ بکش. اوکی حالا بی بشین. دیگه اسم چه شهرایی و بلد دیگه هاکی بازی نه میکنن؟ برو بشین. Are we on TV? نه برو بشین. بعدا نشونت بعدا نشونت میده بشین. دیگه چه شهرایی بازی میکنن صدای هاکی؟ تیوی هم کم کن. آرتین Yeah. کناکس دیروز با کی بازی کرد باختن؟ Yesterday was Vancouver and Los Angeles. آفرین. It was at 5:00. کی باخت؟ Vancouver, but Vancouver scored and Los Angeles got 2. Vancouver got 1. Oh, so they lost 2. Yeah, Los Angeles scored. این دوتا شهرهایی که تو هی میگی چی یادم رفت؟ Decoy and National. خب اینا مال کجان؟ یو اس or کانادا؟ Are they US or Canada? U.S. Okay. Does Mexico play hockey? No. They play soccer. They play soccer. آتین تو میخوای با مهدی جون مری کنی؟ I can't marry him. I should marry a girl. خب بعد اونی که تو باش مری بکنی بهش میگن چی؟ It's a she husband. It's a she husband. میدونم قشنگ چی میخوام. نه امروز گفت با کی ازدواج میکنه. با کی میخوای عروسی کنی؟ A she husband. نه با Rosa. روزا. اوکی. چرا روزا؟ Cause. نرلی چی میشه؟ نرلی رو چیکار کنیم؟ Okay, fine, Natalie. آخه نمیدونیم خونهشون که چجوری نرلی رو پیدا کنیم؟ Natalie, we'll just call her. مگه شماره تلفنشو داری؟ Do you know? اونو بردار. آرتین شماره تلفن حرف میزنی. برش تا. آرتین کار نکنی بشین. آرتین شماره تلفن نرلی داری؟ No. بس Baba, چیکار we're کنیم؟ talking about hockey, not. نه خب میخوام کنم شما تلفن نداری. We're on TV. Oh my God. Hi, little kids. چجوری میخوای باهاش مری بکنی؟ الان کی برده؟ Right now. Fixie. فیکسی برده. منظور فینکسه؟ Yeah, Phoenix. Phoenix scored 2. I still like Decoy and National better. I like Vancouver and Boston. Vancouver and Boston. تو دوست داری کی ببره تو هاکی؟ Vancouver. خب ونکوور که باختن تموم شد رفت. Yeah. الان کی ببره؟ Now, sexy. Finksy. فینکس؟ Phoenix. اوکی. پس دیکوی دشنام نبرن؟ Decoy
and National are gonna play. They're lost. هر دوشون؟ Not both. دیکوی برد یا دشنال؟ Baba, did Decoy and National win? یادم نیست مثل اینکه نشویل برد. National win. نشنال. I mean National. دشنال. دیگه تعریف کن. از هاکی چیش خوشت میاد؟ از چی هاکی خوشت میاد؟ Of them. از کجا کدوم قسمت؟ That's they score. سکور کردنش خوشت میاد؟ Yeah, دیگه but چی؟ they're ice skates. تو فارسی بلدی یا نه؟ Dad, you were on TV. Those people. خود تیوی اینا رو ما که میفهمیم چی میگی. من برای ترجمه میکنم. Yeah, we're on TV, so I have to talk English. نه خب میخوام ببینم فارسی بلدی حرف بزنی یا نه؟ بلدم. We have to talk English on TV. حالا ببین الان میریم رو تلویزیون فارسی. الان میخوایم فارسی حرف بزنیم از این به بعد. Run. آره. این بازی که میکنن اسمش چیه؟ این بازی اسمش It's a چیه؟ tiger. ها؟ It's a tiger. فینکس؟ Phoenix and شیکاگو؟ Chicago. Phoenix and Chicago. خب چی؟ اسم این بازی چیه؟ Hockey. هاکی؟ میتونی بگی چجوری بازی میکنن؟ Yeah, you have to like. نه فارسی بگو. بگو. اینایی که um, تو رو نگاه میکنن فارسی بلد نیستن. but you had to به جایی و پاک شما باید تو تیوی نه اینجا. پاکو بزنی خب و وقتی که میره پرسن رو میزنه و رفت تو نت خب میبری بازی. میبری. آتی شما چند سالته؟ 6 سال دیگه چند سالته؟ 7 7. من 7 نیستم همین الان. بش آروم بش. به این حرف میزنی. آتین برای بو آتی راستی اسم تو به کردی چی میشه؟ آتین. تو فرانسه هم بلدی صحبت کنی؟ بله. خب حرف بزن فرانسه ببینم. Bonjour خب les garçons lave le main. خب دیگه Les filles لگرسون قبلمه؟ la rambale. خمبله. آتی یه آهنگ فرانسوی بخون ببینم. بلد نیست. نه با بلد نیست. I only know one but not all. خب بخون. I forgot. یه ذره شده. I forgot. توینکل توینکل فرانسه رو بخون. توینکل توینکل. I don't know. I have to go to. بلدی فرانسه حرف بزنی؟ بله. مثلا چیا بلدی بگی؟ I know how to say poos like chairs. آتین مانکی شدی رفتی اون بالا؟ پوست و چرز یعنی چی؟ I mean sack the chairs. آها دیگه بشین ماما بشین. I've seen you on TV. بشین. الان که تو تیوی هست تو بالا تا حالا پایین دیدی میپره. کسایی که تو تیوی حرف میزنن از صندلی از مبل از در دیوار برن بالا؟ نه. پس بشین. خب بگو فرانسه حرف بزن بگو. به در چی میگن فرانسه؟ Baba. نه به اون در We're چی؟ talking about hockey. خب به در استادیوم هاکی چی میگن؟ Okay, oh my god, just give me the playbook. پلی بوک چیه؟ Huh?